فقط 10% مردم میتونه همه رو درست بگن و اگه اشتباه بگی میبازی و باید از ویدیو بری. سوال اول سطح آسان. رونالدو در چه تیمی بازی نکرده است؟ 1 اسپورتینگ، 2 پراگ، 3 میلان. جواب درست میلان. سوال دوم سطح متوسط. کدام بازیکن فقط در رئال مادرید بازی کرده است؟ 1 فیگو، 2 رونالدو برزیلی، 3 راموس. جواب درست راموس. اشتباه گفتی میتونی با لایک کردن ویدیو و ساب کردن کانال به بازی برگردی. سوال سوم سطح سخت. کدام بازیکن توپ طلا دارد؟ 1 پله، 2 مارادونا، 3 کروس. جواب درست پله. اگه باختی باید از ویدیو بری بیرون. سوال آخر سطح غیر ممکن. کدام بازیکن چمپیونز لیگ دارد؟ 1 بوفون، 2 رونالدو برزیلی، 3 ریوالدو. جواب درست ریوالدو. چند تا رو درست گفتی؟ تو کامنت بگو.